سلام به همه هموطنهای شجاعم. اول ویدیو میخوام بهتون بگم که امیدوارم که این ویدیو رو عادی سازی تلقی نکنین، چون هیچی عادی نیست. کسایی که منو میشناسین میدونین که از روزی که این انقلاب شروع شده من کاملا فعالیت خودم رو توی پیج قطع کردم و فقط سعی کردم که صدای مردم باشم. دلیلم هم از گرفتن این ویدیو اینه که یک سوالی خیلی داره تکرار میشه. خیلی زیاد دایرکت گرفتم و چون روال قبلی پیج این بود که من سوالای شما رو نسبت به سفورا و محصولات زیبایی و اینا جواب میدادم، خواستم که بیام اینجا این سوال رو جواب بدم. سوال پرتکرار شما اینه که چند روز وقت دارین که محصولی رو که از سفورا میخرین پس بدین و اگر استفاده کرده باشین سفورا اونو پس میگیره یا نه. میخوام بهتون بگم که پالیسی اینه که شما میتونین پس بدین، اما یه سری شرط و شروط داره. یک، این که بیشتر از 30 روز نشده باشه. 30 روزتون بشه 31 روز نمیتونین پس بدین. دو، حتی اگر چیزی رو استفاده بکنین میتونین پس بدین، اما باید خیلی کم ازش استفاده کرده باشین، یعنی تقریبا 10%. یک بار، نهایتا 2 بار میتونین ببرین پس بدین. به هر دلیلی یه محصولی رو دوست ندارین، اصلا با برندش حال نمی‌کنین، میتونین ببرین پس بدین. این 2 تا حسن داره. یکی که پولتون رو پس میگیرین، چیزی که ارزش خرید داره، دوستش دارین میرین میخرین. دو، اون کمپانی‌های بزرگی که اون محصولا رو دارن میفروشن آگاه میکنین که این محصول یه چیزیش درست نیست. اینا به هر حال میبینن که چه چیزی زیاد داره پس داده میشه و چه چیزی زیاد داره خریده میشه و اینجوری آگاه میشن، میفهمن که چه محصولیه که دیگه آدم‌ها بهش تمایلی ندارن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و امیدوارم که به زودی پیروزی و آزادیمون رو جشن بگیریم.